سلام، از قسمت تحلیلی پتروبورس در خدمتتون هستیم تا ببینیم این هفته شاهد چه روند قیمتی در محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی خواهیم بود. پلی اتیلن ها طبق روندی که 2 هفته پیش هم تحلیل کردیم و هفته پیش هم داشتیم روند افزایشی رو خواهند داشت. بازار چین افزایشش کمتره، ولی بازارهای اروپا و بازار ترکیه که کشورهای همسایه هم به تبع به اون بازارها وابسته هستند روند افزایشی رو داریم. پپ کمتر از پلی اتیلن روند افزایشی رو داره و به تبع اون در مورد پی وی سی باز افزایش قیمت رو داریم، چون ژانویه اصولا ما بعد از ژانویه افزایش رو داشتیم، اما به دلیل زرنگی که یوزرها دارن و تولید کننده ها این روند افزایشی رو از 2 هفته پیش افزایش خرید رو یعنی اوردر خرید رو میذارن و این باعث میشه که افزایش قیمت از 2 هفته قبل شروع بشه و همچنان ادامه خواهد داشت. البته با جنگ یمن که دیروز پریروز اتفاق افتاده و شروع شده، اون نیز بدون تاثیر نخواهد بود و افزایش قیمت در باز پلی اتیلن و پروپان رو خواهیم داشت که اون هم باز روند افزایشی شد 2 هفته تا 3 هفته بعد در مورد محصولات پلی اتیلنی نشون خواهد